هر جسم تنها شایسته و هماهنگ روحی است که با آن پرورش یافته و به عکس هر روحی نیز شایسته و هماهنگ با جسم خویش است. در حالی که طرفداران عقیده تناسخ می‌پندارند روح مسافری است که گاهی در این منزل و گاه در آن منزل رحل اقامت می‌افکند، آخر چطور ممکن است مثلا روح یک انسان 50 ساله که مراحل گوناگونی را طی کرده در جنین کودکی قرار گیرد و پس از تولد مانند روح یک کودک همان تظاهرات کودکانه را داشته باشد؟ دلیل سوم، فراموشی مطلق برای ارواح ممکن نیست. اگر بنا باشد همه ارواح یا ارواح تکامل نیافته به بدنهای تازه‌ای بازگردند، چگونه ممکن است تمام خاطرات گذشته را فراموش کنند؟ ما و شما، نه خودمان و نه هیچ کس از کسانی که میشناسیم ندیده ایم که به خاطر داشته باشد بار دیگر به این جهان آمده و حوادث آن را دیده باشد. چگونه ممکن است کسی که 30 یا 50 سال یا بیشتر در این جهان زندگی کند، علومی را بیاموزد، در فنون بسیاری مهارت پیدا کند و علامه شود، ولی همه چیز را فراموش کند؟ چنین فراموشکاری برای روح غیر ممکن است و لذا طبق مدارکی که از قرآن مجید و دلایل عقلی در دست است، در رستاخیز که ارواح به بدنهای کامل خود باز می‌گردند تقریباً همه چیز را به خاطر دارند. اعمال و کرداری که در این جهان داشتند، حتی دوستان و دشمنان خود را اگر ببینند می‌شناسند. وانگهی به فرض اینکه چنین چیزی ممکن باشد، بیهوده و بیفایده است، زیرا طرفداران این عقیده معتقدند زندگی جدید برای تنبه و تکامل و احیانا برای کیفر در برابر خلافکاری‌های زندگی نخستین است و بدیهی است این موضوعات برای کسی که گذشته را به کلی فراموش نموده مفهومی ندارد. دلیل چهارم، لازمه چنین تفکری این است که با مرگ یک فرد نطفه‌ای منعقد شود تا روح پس از جدایی از بدن اول به بدن دوم که در حال نطفه است انتقال یابد. حال اگر حوادثی مانند زلزله رخ دهد و ناگهان عده زیادی جان سپارند، تکلیف این همه ارواح سرگردان چه خواهد شد؟ پس این عقیده کاملا خرافی و ضعیف است. فصل دوم، حقیقت مرگ و قبض روح. مرگ چیست؟ فناست یا بقا؟ آیا نیستی و نابودی و انهدام است یا تحول و تطور و انتقال از جایی به جایی و از جهانی به جهانی؟ این پرسشی است که همواره برای بشر مطرح بوده و هست. قرآن کریم پاسخ ویژه‌ای با تعبیر خاصی درباره ماهیت و حقیقت مرگ دارد. در 14 آیه می‌خوانیم که از مرگ به توفا تعبیر شده. توفا و استیفا هر دو از ماده وفا هستند. هرگاه کسی چیزی را به کمال و تمام دریافت کند و به اصطلاح آن را استیفا نماید، در زبان عربی کلمه توفا را به کار میبرند. پس توفا یعنی قابض ارواح، جانها و نفسها را در وقت مردن تمام و کمال میگیرد و این همان معنی قبض روح است. اگرچه در قرآن کریم کلمه قبض روح نیامده است، اما در روایات اسلامی این وارد شده و در عرف نیز میگوییم عزراییل علیه السلام روح را قبض کرد و قابض الارواح است. ولی قبض با توفا در قرآن آمده و هر دو یک معنی را میدهند. لازم به ذکر است که مرگ از جمله آیات حکیمانه الهی در نظام خلقت است و حقیقت آن همانند حقیقت حیات ناشناخته و مجهول است. بشر با همه پیروزی هایی که در رشته های علوم نصیبش گردیده و در پرتو آن
به اعماق تاریخ طبیعت راه یافته، هنوز به حقیقت مرگ و حیات پی نبرده و از واقعیات این دو پدیده حیرت‌زا آگاه نشده است. به همین جهت دانشمندان در مقام تعریف و شناساندن حیات و مرگ تنها به توضیح صفات آنها اکتفا می کنند و پیرامون واقعیت و حقیقت آن دو نمی توانند سخنی بگویند. به هر حال آنچه درباره حقیقت مرگ بنابر آیات الهی می توانیم بگوییم این است که مرگ نیستی و نابودی و فنا نیست. انتقال از عالمی به عالم دیگر است و حیات انسان به گونه‌ای ادامه می‌یابد. دکتر ریموند مودی می‌گوید بر طبق تعریف کلاسیک مرگ عبارت از حالتی است که بازگشت از آن امکان پذیر نیست، لذا آن را بازگشت ناپذیر می‌نامند. بنابراین چون همه کسانی که تجربیات نزدیک مرگ داشته‌اند از مرگ بازگشته‌اند، نتیجه می شود که آنها هرگز به طور واقعی نمرده بودند. آنچه رخ می دهد این است که برخی از معیارهای مرگ در آنها تحقق یافته است. به عنوان مثال قلب آنها برای مدتی تنفس نمی کند. در موارد مشخصی حتی امواج مغزی نیز قطع می شوند و یکباره هم مجدداً شروع می شود. برخی افرادی که دچار هیپوترمیا، افت یکباره دمای بدن می شوند، هیچ گونه علامت فعالیت امواج مغزی را از خود نشان نمی دهند تا اینکه بدنشان شروع به گرم شدن کند. اگرچه آنها با مرگ خیلی نزدیک هستند، اما از لحاظ تعریف کلاسیک آنها هنوز به مرگ نرسیده اند. تمثیلات و تشبیهاتی در حقیقت مرگ. برای بیان هرچه بهتر و روشن‌تر حقیقت مرگ، استفاده از تمثیل و تشبیه بسیار مفید و مؤثر است. لذا مطالبی را در این قالب به طور جداگانه می آوریم. 1. تعویض لباس. امام جواد علیه السلام فرمودند از علی ابن الحسین علیه السلام سؤال شد که مرگ چیست؟ در پاسخ فرمودند مرگ برای شخص مؤمن همچون دور افکندن لباس چرکین و برداشتن بندها و زنجیرهای سنگین و تبدیل آنها به بهترین و خوشبوترین لباسها و راحتترین مرکبها و بی‌ترس‌ترین خانه هاست و برای شخص کافر همچون دور افکندن لباسهای فاخر و نقل نمودن از منازل نزدیک و بی‌ترس و تبدیل آنها به چرکین‌ترین و خشن‌ترین لباسها و دورافتاده ترین خانه‌ها و بزرگترین عذاب هاست. 2. دستگاه تصفیه. روایت شده که امام موسی بن جعفر علیه السلام بر کسی وارد شد در حالی که گرفتار سکرات مرگ بود و هیچ سخنی نمی گفت. اطرافیان به حضرت عرض کردند ابن رسول الله، دوست داریم کیفیت احوال این محتضر را که مصاحب ماست بدانیم. حضرت فرمودند مرگ مانند دستگاه تصفیه است و مؤمنان را از گناه پاک می کند، به طوری که آخرین دردی که آنها تحمل می کنند کفاره آخرین گناهی است که در آنها باقی مانده است و توبه نکرده اند، و کافران را تصفیه می کند از حسناتی که در دنیا به آنها می رسد. آخرین پاداش و جزای آنها کار نیکی است که انجام داده اند. اما حال رفیقتان که در سکرات است مانند کسی است که گناهان او را در غربال ریخته و غربال کرده باشند. 3. حمام کردن. امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند پدرم حضرت علی ابن محمد النقی علیه السلام به عیادت یکی از اصحابش که در بستر بیماری افتاده بود تشریف آورد. دید آن مرد گریه می کند و از ترس مرگ در جزع و فزع است. حضرت فرمودند ای بنده خدا، تو از مرگ در هراس و گریه‌ای برای آن که معنای مردن را نمی‌دانی. سپس فرمودند
من از تو سؤال می کنم، جواب مرا بگو. اگر به فرض تمام بدن تو را چرک و کثافت فراگیرد و از زیادی این چرک ها و کثافات و پلیدی هایی که بر تو نشسته در رنج و آزار باشی و در عین حال دمل هایی در تو پیدا شود و مرض سودای خشک پیکر تو را فراگیرد و بدانی اگر در حمام بروی و تمام اینها را بشویی، تمام مرضها و کثافات از بین می رود و بدن تو پاک و پاکیزه می شود، آیا دوست داری که به حمام بروی و شستشویی بنمایی و تمام این چرک ها و آفات را از خود دور کنی؟ یا آنکه به حمام رفتن را ناپسند داری و حاضر نیستی به آنجا گام نهی و با تمام این دردها و جراحات صبر می‌کنی و می‌سازی؟ مریض عرض کرد: ابن رسول الله، دوست دارم به حمام بروم و تمام این آلودگی‌ها و پلیدی‌ها را بزدایم. حضرت فرمودند: مرگ برای انسان مؤمن در حکم همین حمام است و برای تطهیر و شستشو از گناهانی است که انجام داده است. پس از این کلام بیمار آرامش خود را باز یافت و خوشحال گردید و تسلیم مرگ شد، چشمهایش را بست و این جهان را وداع گفت. 4. خواب طولانی. به امام جواد علیه السلام عرض شد: مرگ چیست؟ فرمودند: همان خوابی است که هر شب به سراغتان می آید، جز اینکه طولانی تر است و شخص از آن بیدار نمی گردد مگر روز قیامت. حال برای کسی که در خواب خیش شادی‌های وصف ناپذیر و ترس‌های بی اندازه می بیند، این حالت شادی و ترس چگونه است؟ مرگ نیز همین طور است. پس خود را برای آن آماده و مهیا سازید. 5. پل. امام زین العابدین علیه السلام فرمودند: هنگامی که امر بر حسین ابن علی علیه السلام دشوار گردید، فرمودند: ای بزرگواران، صبر پیشه سازید، زیرا مرگ هیچ چیز نیست مگر پلی که شما را از سختی‌ها و دشواری‌ها به بهشت‌های پهناور و نعمت‌های دائمی عبور می‌دهد. پس کدام یک از شما دوست ندارد که از زندان به قصر منتقل شود؟ بدانید که وضع برای دشمنان جز این نیست که از قصر به زندان منتقل می‌شوند. پدرم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل فرمود: دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است و مرگ برای مؤمنان پلی است جهت رسیدن به بهشت و برای کافران پلی است جهت رسیدن به جهنم. 6. آشامیدن آب گوارا در گرمای تابستان. امام علی علیه السلام فرمودند: شیعه‌ای که به ما اهل بیت علیهم السلام عشق می‌ورزد و دوست صمیمی ماست، خارج شدن روح از بدنش به راحتی و گوارایی نوشیدن آب سرد و خنک در یک روز تابستان است که موجب خنکی دل و جگر می شود. اما مرگ شیعیان دیگر همچون کسی است که در بسترش آرمیده و به خواب خوشی فرو می رود.